از پایت روانم هم ترسی دوزخ دارم در مسئله ما امروز هم یادی بهش دارم در محفل ما امروز هم ترسی دوزخ دارم در محفل ما امروز هم یادی بهش دارم در محفل ما امروز ذکرش چه خوش شیرین است در محفل ما امروز عیش دل غمگین است در محفل ما امروز عیش دل غمگین است در محفل ما امروز دست دعا به سوی خداوند تبارک بگویم از دل و جان امروز جمعه سعید روزار در خانه همتان خوشی و زندگی و الله جل جلاله هم و فرزندانتان هدایت کردن همتان در مبارک که الله ما را که در این روز با هم رسان الله جل جلاله هیچ وقت پریشان نکنه. یا رب چنان کن که پریشان نشویم، محتاج برادران و فرزند خویش تبار نشویم، از خان خودت کمی هم که باشد و ما رزق روزیته تا از در خود الله جل جلاله هم بر دری اشاره نشویم که لا اله الا الله امانتا لله حسبی لا اله الا هو توکلت عرش عزیز زنده باشه.